بالاخره داستان این شیر تعزیه چیه؟ این کارا چیه؟ داستان از خودتون در میارید، تبدیلش میکنید به اعتقاد، بعد مثلا میخواید باعث اشک مردم بشید، ولی در نهایت با این مسخره بازی‌ها باعث وهن دین میشید، بدون حتی یک سند معتبر، بدون حتی یک دلیل عقلی معتبر. همینا رو به خورد مردم میدید، بعد یه عاقلی پیدا میشه به سر تا پای دینتون میخنده. شیری که مثلا میگید که قرار بوده از امام حسین دفاع کنه، الان توی تعزیه داره به امام حسین زیرپایی میده. خودم چطور اینا رو به خندش نگیره؟ کپشن هم بخون که نگی که نه اصول کافی داریم، سلطان نمیدونم محمود و سلطان قیس و سلطان فلان و بهمان داریم. اینجا خرافات دینی رو نقد میکنیم و پیر شدیم. همراه ما باش.